جنبش اپوزیسیون اصلاحات و رشد تاجیکستان که در اروپا عمل میکند در عرفه سفر دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش به تاجیکستان از او خواستند تا در ملاقاتش با مقامات این کشور از جمله با پرزیدنت امومالی رحمان مسائل حقوق انسان از جمله قانون منع ایجاب و از محبس‌ها آزاد کردن تمام محبوسان سیاسی با شمول فعالان سیاسی، ادوکات‌ها و ژورنالیستان و بلاگرها را برداشته جهت تحقیق حوادث خونین 2 سال قبل بدخشان اقدام کند. در مراجعتنامه‌ای که 29 یونیو سال 2024 در صحیفه رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شراف‌الدین گدایف در فیسبوک نشر شد، تاکید شده است که 10 محبوس سیاسی در تاجیکستان تنها به دلیل عقیده‌های سیاسی و یا نوروزی بودنشان با سیاست امومالی رحمان به زندان انداخته شدند. در مراجعتنامه از کارهای گروه بازداشت‌های خسرانه سازمان ملل یادآور شدند که آزادی 10 محبوس را از زندان‌های تاجیکستان تقاضا می‌کرد، از جمله رها کردن از ادوکات‌ها و سیاستمدارانی که به مثل بزرگمیر یاروف، زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، مقصود ابراهیموف، محمد علی حیید و دیگران را. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان همچنین توجه گوترش را به تعقیب اقلیت‌های قومی در تاجیکستان به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان جلب کرده خاطررسان کرده است که سال 2022 در این ولایت مختار در جریان سرکوب اعتراض‌های آسایشته 10 نفر کشته و بیش از 250 تن دیگر بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. از دبیر کل سازمان ملل همچنین خواستند که جهت تحقیق حادثه‌های ماه سال 2022 در ناحیه روشان را اقدام کنند. به حساب جنبش در روشان در جریان سرکوب اعتراضها 38 کس کشته شدند. داستان کل تاجیکستان قبلا کشته شدن 29 کس را تصدیق کرده بود. از سازمان ملل همچنین خواستار تحقیق قتل محمد باقروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان، در سحنه 22 ماه سال 2022 شدند. حرکت تحت رهبری شراف‌الدین گدایف همچنین به دبیر کل سازمان باز یک مسئله مهم در زندان‌های تاجیکستان قرار داشتن بیش از 10 ژورنالیست و ادیب و بلاگر از جمله عبدالقادر رستم، دلیر امومالی، عبدالله غربتی، زفقیبک سیدامینی، الفتخانی محمدشاه و محمد سلطان، خسرو جمعیف، عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فوزلوف و دیگران را خاطررسان کرده نوشته است که هرچند اکثر آنها جرم‌های مربوط به افراطگرایی و حتی به تروریسم محکوم شدند، ولی در اصل برای اجرای وظیفه کسبی خود زندانی شدند. متاسفانه ادوکات‌ها، ژورنالیستان و دیگر افراد ناراضی با رژیم رحمان به طور اتوماتیک به اکستریمیسم و تروریسم ایبدار کرده می‌شوند، تاکید شده است در مراجعتنامه. این گروه اپوزیسیونی از آنتونیو گوترش همچنین خواستند که ضمن بازدیدش از تاجیکستان مسئله منع ایجاب در این کشور مسلمانی را نیز بردارد. در انجام مراجعتنامه جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان تاکید کرده است که تامین عدالت و صلح و برقرار کردن دموکراسی در تاجیکستان این تنها مسئله داخلی ما نیست، بلکه وظیفه جامعه بین المللی نیز است. مطمئنیم که اشتراک شما می تواند یک عامل حل کننده برای جاری کردن این ارزش‌ها در کشور ما شود. امیدواریم که سازمان ملل می تواند به حکومت تاجیکستان در مسئله رعایت حقوق انسان، آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی تاثیر برساند. ولی ناظران امور میگویند دبیر کل سازمان ملل با وجود نام بلندش صلاحیت بسیاری برای تاثیر گذاشتن به دولت‌های جهان و تصمیم گیری‌های حکومت را ندارد. از طرف دیگر خود دبیر کل نیز در جریان سفرهایش به کشورهای دنیا برای بحث و بررسی مسائل سیاسی یا مسائل اساسی چون رعایت حقوق انسان و آزادی‌های سیاسی مردم عزم و میل چندان نشان نمیدهند و کوشش میکنند که به مسائل جهانی تر چون مشکلات محیط زیست یا تغییر اقلیم تمرکز کنند.